بعضی از انسان‌ها در واقع که علاقمند بوده به حالا یا قدرت بدنی بالایی داشته یا یک سری ابزارهای در واقع جنگی دسترسی داشته یا اینکه علاقمند بوده به تولیدش، در واقع به عنوان حافظ جان و مال بقیه انواع در واقع هم نوعان خودش رو فراهم آورده و این افراد در واقع به خاطر برخورداری از همون ویژگی و توان در واقع رزمی که داشته و بهره‌مندی یه سری ابزارهایی که در خدمت گرفته، سعی کرده که از مازاد محصولی که بقیه افراد اون اجتماعات خلق میکردن برخوردار بشه، در عوض ایجاد امنیتی که برای مردم در واقع به ارمغان آورده. کم کم اینها برج‌های و باروهایی در مکانهای مشخصی که مسلط بر تمام ابعاد فیزیکی اون منطقه بوده مستقر شده. بعد کم کم به هر حال سعی کردن که سرپناه‌ها رو بهبود ببخشن. کم کم ساختمون شکل گرفته، کانون‌های مختلفی به همین ترتیب شکل گرفته و شهرها پدید آمد. به موازات همین تمام ابعاد زندگی بشر رشد پیدا کرده، پیشرفت در واقع کرده و متحول شده. انسان از لحاظ زبان، از لحاظ رسم الخط، از لحاظ در واقع کانون‌هایی که یادگیری بودن و در واقع آموزش شکل گرفته، مکاتب شکل گرفتن، مدارس و دانشگاه ها شکل گرفته، از اون بعد کارگاه ها شکل گرفته، کارگاه هایی که به اصطلاح ابتدا اولیه بوده، بعد کم کم دانش فنی در واقع تلفیق عوامل و اون امکانات بهتر شده، بهبود پیدا کرده و شیوه های خلق محصول متحول شده که به زبان ساده این شیوه تلفیق عوامل تولید با هم رو در واقع مفهوم فنی تکنولوژی رو چیزی نیست جز همین فن و تکنیک تلفیق و ترکیب عوامل تولید با هم و شیوه تلفیق عوامل و امکانات برای دستیابی به یه سطح خاصی از محصول. این مفهوم تکنولوژی هست. کم کم این تکنولوژی پیشرفت کرده و هرچی که سطح یا در واقع نحوه ترکیب عوامل تولید و امکانات برای دستیابی به سطوح مشخصی از محصول پیشرفت کرده، به عنوان پیشرفت دانش فنی، پیشرفت تکنولوژی تلقی شده و کم کم جوامع به جوامع امروزی تبدیل شده. اما در تمام این مراحل و سیری که خیلی خلاصه من به اقتضای مبحثی که امروز میخوایم در واقع مفهوم علم اقتصاد رو پیدایشش و بالاخره رسیدن به اون تعریفی که در ابتدا عرض کردم برسیم، اینا رو عرض کردم خیلی خلاصه و بسیار مثلا گذرا. اگر این سه تا عاملی که عرض کردم، سه تا عامل فعال در هر جامعه، میتونستن در حد اکثر سطحی که میخوان و که نامحدودم هست، که به صورت فطری انسان گریزان از محدودیته، اگه میتونست نامحدود هم مصرف کننده مصرف بکنه، تولید کننده تولید بکنه، دولت هر امکاناتی که خواست فراهم بشه، خب هیچ نیازی به پیدایش علمی به نام علم اقتصاد نبود.